به نام خداوند جان و خرد. داستان گلنار. گلنار کنیز شاهردوان آخرین پادشاه اشکانی است. بسیار به او نزدیک، به طوری که هم کلید گنج‌های سلطنتی در دستش می باشد و هم مشاور و در واقع وزیر و دستور اردوان بود. گلنار باعث می شود سلسله اشکانی سقوط کند و با کمک و مساعدت او سلسله ساسانیان به قدرت می رسند. یکی کاخ بود اردوان را بلند، به کاخ اندرون بنده ای ارجمند، که گلنار بود نام آن ماه روی، نگاری پر از گوهر و رنگ و بوی. بر اردوان همچو دستور بود، بر آن خواسته نیز گنجور بود. بر او بر گرامی تر از جان بودی، به دیدار او شاد و خندان بودی. اردوان بسیار گلنار رو دوست می داشت و عادت داشت هر روز و هر شب گلنار را ببیند. گلنار کنیز است. کنیز یعنی برده که قابل خرید و فروش است و صاحبش هم اختیار جان او را دارد و هم میتواند بدون ازدواج و عقد با او رابطه جنسی داشته باشد. در شاهنامه میخوانیم که دربار پادشاهان پر از کنیزان و غلامانی بود که در جنگها از کشورهای دیگر به غنیمت گرفته بودند و یا پادشاهان کشورهای دیگر به عنوان هدیه و باج برای هم میفرستادند. کنیزان به ویژه اگر زیبا و یا هنرمند و باسواد هم بودند و چون روابط جنسی آزاد هم با ارباب یا صاحبشان داشتند، می توانستند به زندگی خصوصی و شخصی بزرگان نزدیک شوند و اعتماد آنها را جلب کنند، ولی می دانستند که به محض کوچکترین اشتباه و یا حادثه‌ای موقعیت خود را از دست می دهند. به دلیل نوع زندگیشان احساس تعلق نداشتند. با آنها مثل شیء رفتار میشد. آنها هم یاد گرفته بودند که اگر موقعیتی بود از آن لذت ببرند و اگر فرصتی میافتند به انتقام رفتارهای ناجوان مردانه‌ای که دیده بودند از صاحبشان انتقام بگیرند و یا با دشمنان تبانی کنند و به اربابشان خیانت کنند. گلنار با دیدن اردشیر که جوانی زیبا و ورزیده بود و در استبل شاهردوان کار می کرد عاشق او می شود. اردشیر در واقع به استبل تبعید شده بود، زیرا مورد غضب شاه و پسرانش قرار گرفته بود. گلنار به اردشیر اظهار عشق می کند و هر شب به دیدار او می رود. به هم علاقمند می شوند. گلنار اخبار و اطلاعات درباره اردوان را برای اردشیر می آورد. اردشیر از موقعیت استفاده می کند و با بهره‌مندی از وجود گلنار و کمک او می خواهد به سوی ایران فرار کند، چون پدر بزرگش بابک مرده بود و می خواست جای وی والی پارس شود. بدو گفت گر به ایران شوم، زری سوی شهر دلیران شوم. تو با من سگالی که آیی به راه، گری در بباشی به نزدیک شاه. اگر با من آیی توانگر شوی، همان بر سر کشور افسر شوی. اردشیر از گلنار تقاضای کمک می کند و قول می دهد که اگر موفق شود مقام و موقعیت خوبی به گلنار بدهد. گلنار می داند که در هر حال کنیز است و همانطور که اردوان از او استفاده می کند اردشیر هم همان کار را خواهد کرد
ولی حداقل در این مورد شریک جنسیش را خود انتخاب کرده بود و او را دوست داشت. در ضمن فرصتی بود برای آنکه توانایی‌های خود را به اردشیر هم نشان دهد. چنین داد پاسخ که من بنده‌ام، نباشم جدا از تو تا زنده‌ام. همی گفت با لب پر از باد سرد، فرو ریخت از دیدگان آب زرد. چنین گفت با ماه روی اردشیر که فردا بباید شدن ناگزیر. کنیزک بیامد به ایوان خویش، به کف برنهاده تن و جان خویش. از ایوان بیامد به کردار تیر، بیاورد گوهر بر اردشیر. اردشیر وقتی می‌بیند که گلنار برایش پول و جواهرات هم آورده و برای کمک و فرار آماده است، به موفقیت و پیروزیش امیدوار می شود و هر دو به سوی ایران فرار می کنند. جهانجوی چون روی گلنار دید، همان گوهر و سرخ دینار دید. بپوشید خفتان و خود برنشست، یکی تیغ زهر آب داده به دست. همان ماه رخ بر دگر بارگی، نشستند و رفتند یک بارگی. از ایوان سوی پارس بنهاد روی، همی رفت شادان دل و راه جوی. از این به بعد دیگر از گلنار تقریبا اثری در داستان نیست و دیگر نامی از اون برده نمیشه همونجور که تصور میکردیم. اردشیر سپس لشکری فراهم میاره پس از مدتی و به جنگ اردوان میرود. دو لشکر 40 روز با هم میجنگد. 40 روز اینسان همی جنگ بود، بران زیر دستان جهان تنگ بود. ز هر گونه‌ای تنگ شد خوردنی، همان تنگ شد راه آوردنی. بتوفید کوه و بلرزید دشت، خروشش همی بر هوا برگذشت. که این کار بر اردوان ایزدیست، بدین لشکر اکنون بباید گریست. بیامد ز قلب سپاه اردشیر، چکاچاک برخاست و باران تیر. گرفتار شد در میان اردوان، بداد از پی تاج شیرین روان. به دژخیم فرمود شاه اردشیر، که رو دشمن پادشا را بگیر. به خنجر میانش به دو نیم کن، دل بدسگالان پر از بیم کن. چنین است کردار این چرخ پیر، چه با اردوان و چه با اردشیر. حکیم در انتهای همه داستانها از عاقبت و سرنوشت زیاده خواهی و ظلم و ستم میگوید که در نهایت همه چیز را باید بگذاری و در خاک شوی. چنین است کردار این چرخ پیر، چه با اردوان و چه با اردشیر. اگر تا ستاره برآرد بلند، سپارد هم آخر به خاک نژند. دو فرزند او هم گرفتار شد، بر او تخمه آرشی خوار شد. مران هر دو را پای کرده به بند، به زندان فرستاد شاه بلند. همانطور که میدانید اشکانیان خودشون رو از تخمه آرش میدونستن، آرش کمانگیر. نقش هایی که زنان شاهنامه دارند حقیقتا نشان از شایستگی و توانایی های زنان دارد، هم که با تمام محدودیت ها و اسارت ها از کوچکترین فرصت ها استفاده می کردند و نقش های پررنگ و تعیین کننده ای در جامعه داشتند.
داستان گلنار حتی در کارنامه اردشیر بابکان که به زبان پهلوی بوده است هم آمده است و نقشش در به قدرت رساندن ساسانیان محرز است. ز ما باد بر جان آن کس درود که داد و خرد باشدش تار و پود. فرشته فیروزکوهی.